پیوندانم خیلی در هراس بودند. من نیز از آن میترسیدم که افراطیان از برادر و خواهرانم که هم نصیب من بودند انتقام میگیرند. من از بازی که از شخصان نامعلوم تهدیدهای گوناگون گرفته بودم، بعد از ساعت 10 شب تنها به خانه برنمیگشتم. چیزی که حالا شنیده اظهارات یگان آدمکش کسبی و یا راهبر یگان گروه جنایی که به کشتن صدها نفر ایبدار میشود نیست، بلکه این سخنان دانشجوی دختری فرانسوی است که هنوز سن 20 را پر نکرده است. مریم باجیتو، دانشجوی دانشگاه سوربن و رئیس اتحاد دانشجویان دانشگاه، جوان دختری مسلمانی که به طور ناگهان زیر باران ملامت و مورد هدف منتقدان قرار گرفت، تنها به خاطر آنکه به سیمای غیر معمولی خود در مصاحبه تلویزیونی به شبکه M6 فرانسه برآمد. بر اثر این جامعه و حکومت فرانسه به شور آمده و حتی وزیر کارهای داخلی آن وقت فرانسه ژرار کولون دهشت خود را از این حادثه چنین ابراز نموده بود: این جوان دختر حجابدار چخیل اتحاد دانشجویان را نمایندگی میکند و در تلویزیون رسمی در کشور ما میبراید. این نشانه عقب ماندگی و عصر میانگی چخیل به یک کشور پیشرفته مثل کشور ما رمز میشود. در مقابل این همه مناسبت های ظالمانه و در افتادن های وحشیانه، مریم مجبور میشود که از خود و از اختیار خود که یگان جنایت یا گناهی نیست دفاع کند. جهان متمدن خود را پیش جوان دختری مییابد که در مقابل تیر و تفنگ مخالفان یکه با لبخندی به خود خاصش تنها مانده با یک غرور و سربلندی میگوید: من یک نفر شهروند فرانسوی ام که در مؤسسه های دنیوی عمومی تحصیل میکنم. حجاب من این اختیار شخصی من است که آن را از روی قناعت دینی پوشیدم. یگانه چیزی که میخواهم این است که به من اجازت دهند تا از این حق خود استفاده کنم. حادثه مذکور و آن برخوردی که در اروپا و عالم غربی به تکرار با دهها دختران حجابدار میبینیم و در مقابل آن ثبات و ایستادگی که این زنان و دختران نسبت به حجاب خود نشان میدهند، ما را به سوال وادار میکند که سر این همه ایستادگی و ثبات عجیب نسبت به چیزی که به صاحبش درد سر ایجاد میکند در چیست؟ جزای غرب. در آموزشی که زیر عنوان نگاه غرب به حجاب نویسنده و محقق کانادی کاترین بولوک گذرانیده است، او میگوید که دشمنی تاریخی میان غرب و حجاب برام برمیگردد که حجاب افاده کننده رمز میباشد و به این وسیله به آن خواسته های غربی از عالم شرق مانع میگردد. به اندیشه تیموتی میتچل، عرب شناس بریتانی، نمایانترین نمونه این دیدگاه در آن این ایکاس یافته بود که طرفداران آن میخواستند تمام عالم را به آموزش و درک انسان غربی مسخر نمایند، ولی حجاب از آن چیزهایی بود که به این کار مانع میشد. از اینجاست که انسان غربی حجاب را دشمن خود دانست، زیرا به اندیشه بولوک جهانگردان شرق شناس وقتی به شرق می آمدند حجاب زن مسلمان آنان را سخت الم میداد، زیرا آنها به سبب آن نمیتوانستند به دیدن زن شرقی میسر شوند، خصوصا به آن خیالاتی که درباره حسن زنان شرقی در سر میپروریدند. یکی از نمایندگان فرهنگ غربی، فیلمساز برادلی برت، درباره شکل نقاب فارسی چنین مینویسد: آن زشترین پرچه لباسی بود که یک شوهر بدرشک و بدرفتار به زن خود بار کرده است. از همه بدیش در آن است که شخص بیگانه زن فارسی را امکان دیدن ندارد، نمیتواند آن حسن و جمال افسانه‌ای را بیند که با شرافت شعر و قصه های فارسی به بودن آن ما باور کرده ایم، زیرا همه آن در پس این پرده ها مانده است. از اینجاست که حجاب از نظر جناب غربی بالاتر از یک پارچه لته افاده‌گری رمزی بود. حجاب به جناب غربی مانع شد که جهان شرق را زیر اطاعت خود درآورد و به میدان جولان خود مبدل سازد. بنابراین زنان حجابدار این رمزیت حجاب خود را درک نموده از آن دفاع کردند، خصوصا در جهان غرب که حجاب زن مسلمان به سخت‌ترین مانعه‌ها دچار می‌شود، مانعه‌هایی که عادی‌ترین آن در تحقیقی که یکی از سامانه‌های مربوط به دانشگاه آکسفورد نشر کرده است دیده می‌شود. طبق آن 70% زنان مسلمان در هلند، آلمان و اسپانیا هنگام پیشنهاد شدن به یگان وظیفه به سبب حجابشان رد می‌شوند، علاوه بر شکل‌های گوناگون تبعیض دیگر که زیر رنج آن زن محقق مثل فالافیا چنین گفته است: پوشیدن حجاب به شکل روزمره در اروپا اکنون از زن مسلمان یک اندازه جسارت بزرگ طلب می‌کند. مادام چنین است، این زنان مسلمان را چی وادار کرده است که به چنین دشواری‌ها صبر کنند و به این حد سختی‌ها تحمل نمایند؟ پارچه هویت. جهان غرب در سیمای زن حجابدار زن را نمی‌بیند، بلکه اسلام را می‌بیند که در دیار غرب او را به مبارزه می‌خواند. در کتاب خود به نام پایان اصطلاح‌گری، مفکر و مبارز مشهور فرانس فانون آورده است که حجاب وسیله آزادی‌خواهی و مبارزه بر ضد قوه‌های اصطلاح‌گر بود که زن مبارز جزایری به طور بدیهی در مبارزه
گفته خود بر ضد فرانسویان از آن استفاده میکرد. حتی زنانی که حجاب نمیگرفتند حجاب پوشیدن را یک نوع نمونه ایستادگری اسلام در مقابل اصطلاحگری غربی میدانستند. این پدیده را میتوان در ایران سالهای 70 نیز مشاهده نمود. هنگام انقلاب بر ضد شاه که از جهان غرب پشتیبانی می‌یافت و در جامعه مسلمان معرکه گسترده دنیوی کنانی پیش می‌برد. از این برمی‌آید که حجاب همیشه و هر جا افاده‌گری واضح و برملای وجود اسلام و اعلان از انتشار وسیع آن در جامعه بوده است. همین چیز سبب شده که زنان مسلمان در غرب با شدت از حجاب خود دفاع می‌کنند و آن را رمز می‌حسابند که آنها را به هویت اسلامی می‌پیوندد. در مصاحبه‌ای که در سامانه The Muslim Wife با تعداد از زنان حجابدار از هر گوشه عالم گذرانیده است، یکی از آن زنان به نام نائله ابراز می‌دارد که حجاب برای او یک رمز و افاده‌گری معنای مهم است، زیرا آن وسیله است که با یاری آن در مقابل بدنام‌کنی‌های غربی او از اسلام نمایندگی می‌کند و از آن دفاع می‌نماید. زنی دیگر به نام اولیویا از آمریکا نیز به این گفته‌ها همرأیی نموده می‌گوید که از نگاه او حجاب تجسمگر افتخار او با اسلام بوده، افاده‌گری آن است که او با یک جسارت تام و افتخار کامل اسلام را در جامعه خود به نمایش می‌گذارد. در نظرسنجی که سامانه The Beacon با تعداد از جوان دختران حجابدار در جهان غربی انجام داده است نیز عیناً همین چیز دیده می‌شود. چون جوان دختر به نام نظیره عثمان چنین می‌گوید: حجاب برای من پیش از همه رعایت فرمان خدا میباشد، ولی در عین زمان همیشه و هر جا مرا یادرس می‌کند که من مسلمانم و باید چگونه بوده باشم. این همان احساسی است که زنان مسلمان را به خودشناسی وادار می‌کند و برایشان امکان می‌دهد که با افتخار و عزتمندی درک نمایند که مثل دیگران نیستند، بلکه مستقلند و آزاد. احساس خودشناسی در تحقیقاتی که بالاتر از آن یاد شد، بالاک برایمان چند از آن خلاصه‌های خود را که با یاری گروه از زنان حجابدار به آن رسیده است بازگو می‌کند. در اول آن خلاصه‌ها احساس والاییت و موجودیتی که زن حجابدار به وسیله حجاب خود می‌یابد آمده است، زیرا به اندیشه چند از زنانی که نو مسلمان شده‌اند حکمت اصلی از حجاب برایشان در آن ظاهر شده است که بعد حجاب گرفتنشان از طرف مردان احترام بیشتر دیدند و اکنون با آنها همچون انسان معامله می‌کنند، نه یک اشیای جنسی. این چنین به گفته آنها حجاب برای زن و عموما جامعه بی خطری را تامین می‌کند، زیرا حجاب شخص را از کجروه‌های جنسی که جامعه غربی غرق آن است نگاه می‌دارد و به زن امکان می‌دهد که مانند انسان آزادانه زندگی کند، متاع نباشد که برای کیف و صفا و معیشت از آن استفاده می‌کنند. در این صدد سارا ظاهر بلاگ نویس می‌گوید که حجاب برای او باوری و آزادی در معامله با دیگران را تامین می‌نماید. به شرافت حجاب دیگران به او از روی حقیقت انسانیش می‌نگرند، نه ارزش جسدی. در نظرسنجی که بالاتر از آن یاد شد، مریم از کالیفرنیا می‌گوید که در جامعه‌ای که شیفته بدن زن و برهنگی آن است، حجاب همیشه به زن هشدار می‌دهد که بدن او مال فروختنی نیست. این چنین به او یاری می‌کند تا هدفی که بهر آن آفریده شده است از خاطر نبرارد. به جای آنکه مردنوار از پشت ماده‌ها و رنگ و پردازهای مختلف دویده باشد، او باید روح خود را تربیت نموده به پیشبرد شخصیت خود اهمیت دهد. به اندیشه فرهان از بریتانیا، محض حجاب او را از کجروی‌ها در جاده ماده حمایت می‌کند، زیرا حجاب تقاضا می‌کند که زن تنها زن باشد، نه چیزی دیگر. زن دیگر از لندن اعتقاد دارد که حجاب به صاحب خود احساس استقلالیت عطا نموده او را از حکم دیگران و متعلقات غیر ضروری آزاد می‌سازد. یک زن از اوروگوئه در مصاحبه خود با شبکه الجزیره ابراز می‌دارد که او 10 سال بعد از آن که بار اول یک زن حجابدار را دیده بود مسلمان شده است. به اندیشه او حجاب آن زن را به یک ملکه تبدیل داده بود که در مقابل همه گونه تهدیدها میتوانست ایستادگی کند، از همه انواع تأثیرات ماده‌ها آزاد باشد. او خود نیز با حجاب چنین احساس را پیدا کرده است، زیرا حجاب برایش هویت او را همچون زن مسلمان محترم و ارجمند بخشیده است. به گفته او حجاب او را نه تنها از چشمان مردان بلکه از هر شخصی که به او بر اساس بدنی و یا شهوانی بها می‌دهد حمایت می‌کند. حجاب مقاومت بر ضد استثمار جنسی است. البته این همه گفته‌ها خوشه از یک باغند، وگرنه آنچه درباره حجاب از طرف دختران و زنان غربی گفته شده است اینجا نمی‌گنجد. از این همه برمی‌آید که حجاب در جامعه‌هایی که بر ضد آن مبارزه می‌برند و کسانی که آن را می‌پوشند مورد شکنجه قرار می‌دهند یک رمزی را افاده می‌کند. حجاب احساس عزت و افاده منسوبیت به اسلام است. حجاب بیانگری آن است که خداوند به وسیله آن زن را گرامی داشته و والاییت انسانی را برایش تامین نموده است.